عبدالله شمس‌الدین بعد استردادش از آلمان به تاجیکستان بدرک شد. امضای پروتکل جدید مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بعد مذاکرات 7 روزه. سبب به کام آتش رفتن مسجد در حصار معلوم شده است. در دوشنبه پسر سردار پلیس در سوختار جان داد. عبدالله شمس‌الدین مهاجر استرداد شده تاجیک از آلمان که شام 18 ینور به تاجیکستان رسید تا حال بدرک است. خانواده او در آلمان نمیدانند با چی راه خبری از وی به دست دارند. شام 18 ینور هواپیمای شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز که عبدالله در آن قرار داشت به دوشنبه نشست. همه مسافران از آن خارج شدند به جز عبدالله. نزدیکانش میگویند احتمالاً او را از هواپیما با ماشین مخصوصی مقامات امنیتی یا انتظامی به بازداشتگاه بردند. بازداشت شده ها در تاجیکستان به خصوص فعالان سیاسی یا نزدیکان آنها بیرحمانه شکنجه می شوند و خانواده عبدالله شمس‌الدین هم از این امر با شدت نگرانند. کوشش های آنها برای تماس با مقامات تاجیکستان برای روشن کردن تقدیر عبدالله تا حال نتیجه نداده است. پدرش شمس‌الدین سعید، فعال سیاسی و عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در گفتگو با پیام گفت همسر و فرزندان عبدالله سخت شوکه شده و استرس گرفتند. تمام کوشش‌هایش برای دریافت کمترین اطلاع درباره فرزندش به نتیجه بوده است. شمس‌الدین سعید اظهار داشت می‌خواهد از مقامات آلمان برای دریافت اطلاع درباره پسرش درخواستی کمک کند. همسر و 3 فرزند عبدالله شمس‌الدین در آلمان زندگی می‌کنند. عبدالله شمس‌الدین هیچ جنایتی در آلمان صادر نکرده و یگانه گناهش وجود کدام کوتاهی در اسناد اقامه‌اش در این کشور بوده است. در همین حال مقامات آلمان با وجود آگاهی‌های زیادی سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر اینکه عبدالله در تاجیکستان به شکنجه بنابر فعالیت‌های سیاسی پدرش و حتی شاید حکم طولانی زندان مواجه شود، او را استرداد کردند. گروه‌های کاری توپوگرافی هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در دوام 7 روز در شهر دوشنبه مشخص‌سازی مرز را بررسی نمودند. مقامات تاجیک و قرقیز در پی گفت و شنید در مسائل مرزی پروتکل جدید را امضا کردند. طور دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داد از 13 تا 20 ینوری سال 2023 در شهر دوشنبه واخوری نوبتی گروه‌های کاری توپوگرافی هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحد دولتی برگزار شده است. در نتیجه موافقه شده است که واخوری نوبتی طرف‌ها در قرقیزستان برگزار می‌گردد. بیشکک و دوشنبه یکدیلانه بر این نظرند که مسئله علامتگذاری مرز باید هر چه زودتر حل خود را پیدا کند و عزم دارند سال روان آن را انجام دهند. همین طریق خط سرحدی موافقه شده تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 625 کیلومتر یا تقریباً 63% درازی آن را تشکیل می‌دهد. قابل ذکر است که تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 980 کیلومتر مرزی مشترک دارند که صدها کیلومتر آن هنوز مشخص و علامتگذاری نشده است. این نامعینی منتظم باعث تنش می‌گردد که بعضاً با خونریزی می‌پیچد. در مسجد 5 وقته دهه چمنستان شهر حصار شب 17 ینور سوختار به عمل آمده بینای مسجد قریب پوره به کام آتش رفت. سبب سوختار استفاده برای فرش گرم بوده است. در این باره یک منبع از سرریاست خدمات آتش‌نشانی وزارت کارهای داخله به آزیا پلوس خبر دادند. بنابر اطلاع خبرگزاری آزیا پلوس، نمازگزاران پس از خواندن نماز خفتن برای گرم باقی ماندن مسجد تا نماز بامداد فرش گرم را از برق جدا نکردند و این سبب سر زدن سوختار شده است. درباره سوختار مسجد ساعت 23:30 شب 17 ینور به خدمات آتش‌نشانی شهر حصار خبر رسیده است. کارمندان خدمات آتش‌نشانی به جای حادثه حاضر شده سوختار را با دشواری خاموش کردند. اما بینای مسجد قریب پوره به کام آتش رفت. تلف جانی به قید گرفته نشده است و کسی هم آسیب ندیده است. گفتند به مورد است که در پی سردی‌های هوا در کشور حادثه سوختار افزایش یافته، فوت آدمان نیز به قید گرفته شدند. از جمله 14 ینور در منزل استقامتی ساکن خوجند ولایت سوخت سوختار سر زد که در پی آن یک موسفید 70 ساله فوتید. حالا تحقیق حادثه جریان دارد. یادآور می‌شویم که از 10 ینور در تاجیکستان هوای سرد حکمران است
ва сокинон барои гарм кардани хонаҳову коргоҳи худ аз таҷҳизоти барқӣ истифода мекунанд ва ин боиси афзоиши ҳодисаи сӯхтор гардидааст. дар пайи як сӯхтор дар шаҳри Душанбе писари Рамазон Мирзозода, сарҳангёри полис ва сардори шуъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Варзоб ҷон бохтааст. дар ин бора Азия Плюс бо истинод ба сокинони маҳаллӣ хабар медиҳад. сокинон гуфтанд, сӯхтор субҳи 18 январ дар хонаи истиқоматии Рамазон Мирзозода дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дар наздикии нерӯгоҳи барқи обии Варзоб рух додааст. дар сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ хабари рух додани ҳодисаро тасдиқ карда, вале аз ироаи ҷузъиёти бештари ҳодиса худдорӣ кардаанд. маълум нест ки сабабу омили сӯхтор чӣ аст ва кормандони идораи сӯхторхомӯшкунӣ кай ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд. гуфтанист, дар робита ба сӯхтори яке аз хонаҳои истиқоматӣ дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ 2 рӯз қабл дар шабакаҳои иҷтимоӣ навор паҳн гардид. ба эҳтимоли зиёд ин ҳодисаи сӯхтори хонаи сардори шуъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Варзоб аст.